توی ویدیو قبلی سی شارپ پایتون رو شکست داد. یکی از بچه‌ها کامنت گذاشته که این عادلانه نیست چون این وایل تو توی سی شارپ کلا کامپایل اوی میشه، باید نو اپریشن بذاری. اینجا گذاشتم و من جدای از این یه آرایه 60,000 تایی گذاشتم که عناصرش با این متد تقریبا پیچیده پر میشه. این رو توی دوتاش داریم. حالا بریم از پایتون شروع کنیم ببینیم این جنگ رو کی پیروز میشه. پایتون 33 ثانیه طول کشید. اینم جواب عنصر آخر لیست ماست. حالا بریم سی شارپ رو تست کنیم. اجرا میشه و کمتر از 1 ثانیه 0.7 ثانیه میبینید که عنصر آخر رو هم دقیقا همون مقدار رو تولید کرده، یعنی 2 تا کار یعنی برابرن دقیقا. اینم از این. دوست عزیزی که پایتون کار میکنی، پایتون زبان مفسریه، سرعتش خوب نیست و به درد کارهایی مثل بازی سازی و حالا توی وب یه سری سناریوها، کلا جاهایی که سرعت میخواین پایتون خوب نیست.